5 سال طول خواهد کشید تا سیستم قدیمی که تقریبا معلوم بشه که کارآمدی نداره وارد یه سیستم جدید بشه. I mean, if the Iranian people want to overthrow the regime, that's up to the Iranian people. What we're focused on right now is the fact that Iran can't have a nuclear weapon. آیا ایران امکان هزینه تراشی برای آمریکا رو داره؟ بنابراین ما دلیلی برای اعتماد به آمریکایی‌ها نداریم در زمینه مذاکره با آمریکا تنها بن‌بست. ممکنه برخلاف آن چیزی که در ونزوئلا اتفاق افتاد جنگ کوتاه مدت یا زدن ضربه کوتاه مدت ممکن نباشه. دنبال این سناریو هست که جمهوری اسلامی به تدریج ضعیف‌تر و ضعیف‌تر بشه تا هزینه اون تغییر رژیم کمتر بشه. Nicolas Maduro had his chance just like Iran had their chance. شهر موشکی برای کیه؟ بررسی سناریوهای مختلف در رابطه با مذاکره، جنگ و صلح بین ایران و آمریکا با دکتر قهرمانپور. سلام و عرض ادب، پویان پیوسته هستم. به کد ملی خوش آمدید. مهمان این قسمت ما جناب آقای دکتر قهرمانپور، نویسنده، مترجم، استراتژیست در حوزه روابط بین‌الملل است و ما خیلی خوشحالیم که امروز اینجا هستن و ما میتونیم باهاشون گفتگو کنیم. آقای دکتر خوش اومدید. من شما ممنونم. من هم سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم. زنده باشید. آقای دکتر، من یه مقدمه کوتاهی میگم که بریم سراغ بحث اصلی. ما در کد ملی فکر میکنیم که اتفاقی که در جامعهمون میفته اینه که همه حرف میزنن ولی کمتر میشنون. ما بعد از اپیزود اول یکی از صحبت‌هایی که با ما بود این بود که دیگه امروز برای صحبت کردن دیره. من هم میدونم دیره، ولی همچنان فکر میکنیم که یکی از راه‌های برون رفت از بحران گفتگو کردنه. لذا ما اینجا حرف میزنیم و حرف میشنویم با طیف‌های مختلف، حتی اگر با همدیگه اختلاف داشته باشیم، اما میخوایم بگیم و بشنویم. به نظر شما الان واقعاً دیره یا همچنان امیدی هست؟ این بستگی به اون جایگاهی داره که شما درش واقع شدید. در جامعه مدنی همیشه گفتگو، دلیبریشن، گفتگوی تأملی همیشه یه ابزار مهم مدنی هست. البته شما اگر در جایگاه یک بازیگر سیاسی، کنشگر سیاسی، یک حزب سیاسی باشید، ممکنه در یه موقعیتی تشخیص بدید که دیگه گفتگو تمام و برم به سمت یک اقدام دیگه. خب یعنی میخوام بگم که همیشه در بحث‌های دموکراسی ها گفته میشه که گفتگو همیشه یک عنصر ضروری در یک جامعه است، چون کارکردهای زیادی داره. اولیش اینه که سطح خشونت در جامعه میاره پایین. دومیش اینه که ذائقه مخاطب رو میبره بالا. امروز یکی از معضلاتی که در دنیا در خیلی از کشورها هست بحثیه که اسمشو گذاشتن انتشار عمدی و غیر عمدی اطلاعات نادرست، misinformation and disinformation. خب الان خیلی ها گوشی دستشونه، روزانه ارتباط دارن، خیلی چیزا میاد واقعا فرصت اینو ندارن که حدس بزنن درسته یا نه. چرا؟ به خاطر اینکه جامعه به گفتگوی انتقادی، به گفت و شنود عادت نکرده و در نتیجه ترجیح میده اولین چیزی که میبینه اونو باور کنه. ولی در جوامعی که این سنت خوب گفتگو، گفت و شنود، انتقاد را داشتن و نسل به نسل منتقل کردن، نویسنده های قبلیشون، روشنفکران، فیلمسازان، حتی سیاسیونشون گفتگو کردن، نسل های بعدی هم به تدریج یاد گرفتن که هر چیزی رو باور نکنن، هر تکنیک رسانه‌ای رو برای ایجاد جذابیت به معنای واقعیت نبینن و در نتیجه در جامعه‌ای که اصطلاحاً میشه گفت گفتگوی انتقادی وجود داره، شما باید خیلی مراقب باشید. چرا میگن رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی هستن؟ به خاطر اینکه رسانه خطاهای دولتمردا رو میبینه، پوشش میده. خب مثلا فرض کنید که یه مثال، دو تا مثال میخوام بزنم سریع. وزیر آموزش پرورش آلمان در یکی از سالها یادم نیست با بنز خودش از آلمان رفت تعطیلات سوئیس. بعد یکی از روزنامه‌ها افشا کرد که این خانم وزیر با ماشین دولتی رفته سوئیس. خب ایشون مجبور شد استعفا بده، پول بنزین و ماشین همه رو داد، گفت خداحافظ. باز تو آلمان یه وزیر دفاعی بود که قرار بود صدر اعظم بشه. بعد ایشون یه پایان‌نامه دکترا نوشته بود، در پایان‌نامه دکتراش فقط 2-3 جا، حالا فکر کنم ارجاع نداده بود این چی، 70 یا 80 تا استاد دانشگاه آلمان نامه نوشتن، گفتن این
بابا دزدی علمی کرده، صلاحیت وزارت دفاع رو نداره. در فکر کنم به 3-4 روز نکشید که استعفا کرد. خب این اون قدرت دموکراسی، این اون قدرت گفتگو هست. علاوه بر این که در جامعه باعث کاهش سطح خشونت میشه، در سطح سیاسی و رقابت‌های حزبی باعث میشه که سیاستمدارا هر حرفی نزنن. ما امروز یکی از مشکلاتی که تو جامعه خودمون داریم، سیاستمدارا، کنشگرای سیاسی نگاه میکنن هر چیز خوبی که تو جامعه میبینه همون رو بلافاصله میگن، اصلا نمیگن که این از کجا اومده، به من میچسبه یا نه. یه روز دنبال اسلام سیاسی هم، فردا میبینن این رونق نداره میرن سراغ ناسیونالیسم ایرانی، فردا میبینن این نیست میرن سراغ یه چیز دیگه. اگر در جامعه نظارتی باشه، اگر سیاستمدار بدونه که زیر تیغ نقد رسانه هست و اگر بدونه که رسانه او را داره نظارت میکنه، خیلی باید مراقب حرفاش باشه و باید اینجوری باشه. ممنونم. دستتون درد نکنه. ما خیلی صحبت کردیم در رابطه با گفتگو و لزوم گفتگو. اتفاقا امروز در شرایطی هستیم که ایران و آمریکا دارن با هم گفتگو میکنن. من یه مسئله برای شما توضیح بدم. آقای دکتر، در کشور ما امروز اصطلاحا ما در یک وضعیت بلا تکلیف هستیم. صاحب کسب و کار نمیدونه برای شب عیدش باید چیکار کنه. قرار جنگ بشه، قرار جنگ نشه، قرار 6 ماه دیگه جنگ بشه، قرار مذاکرات به نتیجه برسه. کسب و کارها دچار مشکل شدن. دانشجویان نمیدونن اصلا ترم جدید باید بیان، ترم جدید نباید بیان، اصلا ترم جدیدی هست. یه مثال بهتون بزنم، تقلیل گرایانه است ولی جالبه. چند روز پیش من یه جایی بودم، یه جوانی داشت به یه نفری مشاوره میداد. اون مشاوره گیرنده میخواست یه ماشینی بخره. بهش گفت آقا صبر کن، 2 هفته دیگه اینجا تمومه، این ماشین نصف قیمته. یعنی حتی تصمیمات کلان در زندگی مردم از هر نوعی تحت تاثیر این اتفاقاتی است که امروز افتاده. ناوهایی که آمدند، عرضم به حضورتون مذاکراتی که شروع شده و امروز ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که ما در برهه حساس کنونیم. البته من راجع به این ترم بحث دارم. من سال 64 اهواز به دنیا آمدم، الان 40 سالمه، همشو در برهه حساس کنونی بودیم. یعنی از اون لحظه تا الان همین بوده. ولی امروز واقعا مثل اینکه برهه حساسی. عرضم به حضورتون که بحث با این شروع کنیم. آمریکا با ایران چند تا سناریو میتونه داشته باشه در رابطه با جنگ، چه کوتاه مدت، چه طولانی مدت، چه مذاکره، چه عرضم به حضورتون هسته‌ای و موشکی، چه براندازی. ببینید اینا رو کلیاتش رو شما به خوبی اشاره کردید، باید یکی یکی ببرید جلو. شما هر نکته‌ای داشتید بفرمایید. ببینید امروز در شرایطی هستیم که نه تنها در ایران بلکه در سطح بین‌المللی هم با نوعی عدم قطعیت، با نوعی تنش ژئوپلیتیک مواجهیم. از تایوان گرفته تا جنگ تایلند و کامبوج، تا نمیدونم تنش‌های ژاپن با چین، تا برید توی ونزوئلا، تغییر مادورو و خیلی چیزهای دیگه. خیلی از مؤسسات جهانی الان توصیه میکنن به کسب و کارها که شما فکر کنید که تا 5 سال آینده همین وضعیت تنش‌های ژئوپلیتیکی ادامه خواهد داشت. همین امسال دیدم که در مجمع جهانی اقتصاد داووس هم روی این مسئله تاکید شده، مؤسسات معتبر بین‌المللی هم تاکید کرد. پس اولین نکته من اینه که همین کسب و کارها، چه کوچیک، چه بزرگ، چه متوسط، در نظر داشته باشن که ما حدوداً تا 5 سال آینده تنش‌های مستمر ژئوپلیتیکی خواهیم داشت که شما عرض کردم دارید می‌بینید. از اوکراین شروع شد، رسید به غزه، خاورمیانه، رسید به حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، بعدش رفت توی ونزوئلا، بعدش از اون ور بیاید این ور توی جنوب شرق آسیا، بین تایلند و کامبوج، دعوا سر گرینلند و موضوعات مختلفی که همچنان هست. یعنی دیروز که انتخابات ژاپن بود، خانم تاکایچی چرا رأی آورد؟ چون با چین وارد یک تنش دیپلماتیک بر سر تایوان شد. پس این نکته اول، ما تا 5 سال آینده در واقع این تنش‌ها رو خواهیم داشت و کسب و کارها لاجرم متأثر از این هم خواهند بود. حالا چرا این تنش‌ها ادامه داره؟ یه بحث نظری هست دیگه. مهمترین دلیلش این هست که نظم بین‌المللی داره تغییر میکنه و آقای ترامپ داره این نظم رو تغییر میده. ما از یک نظم
اصطلاحاً بهش میگن نظم لیبرال یا نظم قانون محور مبتنی بر تجارت آزاد، داریم حرکت میکنیم به یک نظم مبتنی بر رقابت‌های قدرت‌های بزرگ و تجارت در واقع حالا اینجوری بگه حمایتگرایی اقتصادی. یعنی مثلا آمریکا داره از برخی سازمان‌های بین‌المللی بیرون میاد، در مکانیزم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی نیست. خب این انتقال طول میکشه. در تاریخ روابط بین‌الملل عمدتاً و متاسفانه این انتقال با جنگ‌های همراه بوده. یعنی جنگ جهانی اول محصل همین انتقال بوده. حالا برخی تحلیلگران معتقدند که این بار چین قصد جنگیدن نداره و ممکنه این انتقال آرام باشه. خب شما الان میدونید که در آمریکا هر سال صدها مقاله نوشته میشه در مورد طرح‌های نظامی چین برای حمله به تایوان. چرا؟ چون فکر میکنم ممکنه چین حمله بکنه. پس این دوران گذار رو ما یه مقدار با احتیاط بگیم 5 سال طول خواهد کشید تا این سیستم قدیمی دیگه تقریبا معلوم بشه که کارآمدی نداره، وارد یه سیستم جدید بشیم. البته این که زمان اعلام میکنیم باید در نظر داشته باشیم حرکت‌ها در روابط بین‌المللی بطیئه. خب حالا این که مسئله ایران رو باز تو این چتر بزرگ، تو این محیط، تو این تحولات اخیر ببین، ایران هم یکی از اون بازیگرانیه که به حال در معرض این تحولات هست، مخصوصا بعد از 7 اکتبر و در واقع اون عملیات طوفان الاقصی. اسرائیل یه حرکتی انجام داد، اقدامی کرد که خیلی ها فکر نمی‌کردن دست به این ریسک بزرگ بزنه. خب اسرائیل در 2005 از غزه خارج شد. اون زمان آریل شارون نخست وزیر بود و خیلی ها گفتن دیگه اسرائیل بر نمیگرده، چون اون موقع بحث این بود که آقا غزه به جهنم اسرائیل تبدیل شده و خیلی ها فکر میکردن که دیگه اسرائیل این سناریو تکرار نمیکنه. اما برخلاف تصور، با توجه به موقعیتی که نتانیاهو در داخل داشت، نتانیاهو به این بحران احتیاج داشت که بتونه خودش رو در واقع در سیاست خارجی تثبیت بکنه، ببخشید در سیاست داخلی. و تقریبا این کار کرد. خب پس اسرائیل اومد یک اقدامی با ریسک بسیار بالا انجام داد، حمله کرد به غزه، کشتار رو راه انداخت و متعاقب اون ما شاهد اقداماتی بودیم که اسرائیل انجام داد و قبل از اون خط قرمز محسوب میشد، مثل ترور سید حسن نصرالله و رهبران حماس، حمله به حزب الله و کارهای دیگه. خب این باعث شد که مسئله به ایران کشیده بشه، ضمن اینکه بحث سوریه رو داشتیم و مسئله هسته هم همینطور. حالا پس برگردیم به اینکه ایران کجاست. خب ما میدونیم که در واقع آمریکا الان داره آرایش نظامیش در منطقه تکمیل میکنه و اخباری که تا امروز اومده نشون میده که در واقع 3 لایه یا 3 مدار آرایش نظامی گرفته. یکی در اطراف ایران، یعنی مناطق در واقع کشورهای پیرامون ایران، یه لایه دیگه حدوداً در دریای سرخ و مدیترانه هست، یه لایه دیگه هم حتی تا جزیره دیگو گارسیا، اون در مجموعه جزایر چاگوس که خب میدونید یکی از اصلی ترین پایگاه نظام آمریکاست، تا اونجا کشیده میشه. خب واقعیت هم اینه که بر اساس این آرایش نظامی اگه بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم، احتمال برخورد و درگیری نظامی بیشتر از توافق هست. خب چرا این حرفا میزنم؟ شما ببینید روز جمعه مذاکرات انجام گرفته، تقریبا میشه گفت خیلی از مؤسسات و خود بازار واکنش محتاطانه ای داشتن و حتی مقامات دو کشور هم خیلی در مورد جزئیات حرف نزدن. یه حرفای کلی آقای عراقچی گفته شروع خوبی بود، آقای ترامپ هم گفته که بد نبود، ولی از جزئیات خبر نداریم که اون مسائل و موضوعات اصلی مورد اختلاف آیا تغییری درش صورت گرفته یا نه. ایران اصرار میکنه حق غنیسازی داره، غنیسازی تعطیل نمیکنه، در مورد موشک‌ها مذاکره نمیکنه، در مورد نیابتی‌ها مذاکره نمیکنه. آمریکا هم اصرار داره که ایران باید غنیسازی تعطیل بکنه، برد موشک‌هاش محدود بکنه و حمایت از نیابتی‌ها رو قطع بکنه. هنوز ما نمیدونیم و خبرهای موثقی نیومده که آیا در مذاکراتی که در عمان صورت گرفته این موضوعات مورد اختلاف در دستور کار بوده یا نه. چیزی که تیم ایرانی گفته، آقای عراقچی گفته، اینه که ما در مورد چارچوب بحث کردیم. چارچوب یعنی چی؟ یعنی به خود محل دعوا، به اون چیزای اصلی نرسیدیم. گفتیم که
مذاکرات رو چجوری ببریم جلو، نمیدونم کجا ببریم جلو، با هم چجوری هماهنگ بکنیم، موضوع هسته‌ای باشه غیر هسته‌ای باشه اینا. لذا اگه بخوام واقع بینانه بگم، امروز که در واقع 20 بهمن هست، متاسفانه امکان درگیری نظامی بیشتر از توافق هست، مگر اینکه در روزهای آینده شاهد تغییرات دیگری باشیم. آی دکتر، آمریکا 3 شرط داره: موشک‌ها، غنیسازی و نیابتی. 3 شرط اصلی. 3 شرط اصلی که حداقل بیان میشه. چند تا فرعی هم داره. بله. سوال ما یا سوال اکثریت مخاطبان ما این روزها اینه که ایران کدوم یکی از اینا رو میتونه بده؟ یعنی اصلا راجع به کدوم معامله؟ من یه سوال یه جور دیگه هم برام هست، یه فرضیه دیگه هم دارم، شما بگین این چقدر درسته چقدر غلط. ما مدت‌ها یک ویترینی داشتیم به نام انرژی هسته‌ای که 20 سال راجبش مذاکره کردیم برای بازدارندگی، دیگه کار دیگه که قرار نبوده باش بکنیم، مورد معاملمون بوده. در پشت اون شروع کردیم توان موشکیمون رو بردیم بالا. موشکیمون به یه مرحله رسیده که میتونه بازدارنده باشه. حداقل چند روز پایانی جنگ 12 روزم میتونه اینو ثابت کنه که ایران میتونه ضربه بزنه. امروز ایران براش این مقدوره که با حفظ موشکی اون ویترینو صرف نظر کنه ازش، یا همچنان اونم براش مطلوبیت بازدارنده داره؟ ببین، اون چیزی که از لابلای حرفای مقامات میشه فهمید اینه که جمهوری اسلامی ایران در این مورد نرمش نشون داده. آقای عراقچی 2 حرف خیلی مهم زده قبلا، حرف این روزهای اخیر نیست. یکی این که گفته اونا تأسیسات غنیسازی ما را زدن، بنابراین غنیسازی نداریم. یعنی معناش اینه که آقا غنیسازی صفر عملا اتفاق افتاده دیگه. خب نکته بعدیش اینه که گفته خب ما آماده ایم که مثلا در مورد بحث کنسرسیوم منطقه‌ای هم صحبت بکنیم. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی آماده انعطاف در این مورد هست. البته ما سیگنال واحدی نمیبینیم. مثلا قبل از همین هفته پیش، قبل از شروع مذاکرات، عده‌ای از مسئولین میگفتن که احتمال یک نوع توافق بر سر این اورانیوم 60%، یعنی 440 کیلوگرم هست، ولی بخش دیگری اعلام کردن که نه، این خط قرمز ماست. لذا میخوام بگم که ما هم شاهد حرفهای متفاوتی هستیم. حالا این یا به این خاطر هست که تقسیم کار شده که یه عده موضع سفت و محکم بگیرن، یه عده موضع نرم بگیرن. خب اما یه نکته به لحاظ در واقع ادبیات یا علم اون سیاست بین‌الملل مهمه. ببینید، چارچوب ترامپ برای مواجهه ما با ایران آن چیزی است که در ادبیات سیاست بین‌الملل بهش میگن دیپلماسی اجبار یا زور، یعنی تلفیق دیپلماسی با زور. خب در این چارچوب مطالعات نشون میده، از جمله در مورد لیبی و سایر کشورها، امتیازی که کشور مجبور کننده و قدرتمند یعنی آمریکا میده به مراتب تأثیرگذارتر و مهمتر از امتیازی است که کشور تحت اجبار میده. یعنی چی؟ بیان ساده‌اش اینه، میگم حتی اگر جمهوری اسلامی در بحث هسته‌ای، در بحثی که شما اشاره کردید، عقب نشینی بکنه، معامله بکنه، مهم اینه که آمریکا اینو بپذیره. الان اختلاف ما سر چیه؟ ما 2 اختلاف جدی در این مورد. یکی این که میگیم آقا اصلا راجع به موشکی حرف نزنیم، یا آمریکا میگیم دیگه. دوم اینه که میگیم اگر در بحث هسته‌ای حرف زدیم، غنیسازی همچنان خط قرمز ماست. خب مسئله میخوام اینجا یه طرف داستان جمهوری اسلامیه، یه طرف داستان و اون طرف اصلی هم آمریکاست. خب حالا بیایم ببینیم که در داخل نظام سیاسی، نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی چه اتفاقی میفته. یه عده معتقدن که خب حالا شما فرض کنید رفتید که در هسته‌ای هم معامله کردید، از غنیسازی هم عبور کردید، پذیرفتید این 440 کیلوگرم حالا یا سطح غنیسازی آوردید پایین یا مثلا واگذار کردید به هر دلیل. خب آیا این به این معنی است که آمریکا دست از اون هدف اصلی خودش که دفع تهدید ایرانه و به تعبیر برخی ها در داخل تغییر رژیم دست خواهد کشید؟ جواب اینه که بخشی از نظام تصمیم گیری میگه نه. یعنی اونها معتقدن که یک تعارض ذاتی بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داره که حتی اگر
ایران حاضر باشه در مسئله هسته‌ای کوتاه بیاد، سنگر بعدی که اونا میخوان فتح بکنن موشکیه. پس استدلال این طیف اینه که شما همون جایی که هستید صفر وایسید در بحث هسته‌ای تا جایی که میتونید وایسید که در واقع آمریکا جلوتر نیاد. اما نکته این چیزی که این محاسبه رو الان به هم میزنه اینه که در اون ور چی میگذره، در کاخ سفید چی میگذره. در کاخ سفید الان یک تفکر، یک باور، یک برداشتی رایج شده مخصوصا بعد از 7 اکتبر که ایران در موقعیت ضعیفی قرار داره. خب اینو یه زمانی سیاستمدارا میگفتن، اخیراً دیدیم که CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا هم روی این حرف صحه گذاشت و اون رو به لحاظ امنیتی تایید کرد. خب این خیلی حرف مهمیه. این نکته اول. نکته دوم اینه که در سند استراتژی دفاعی که در واقع چند روز پیش، یکی 2 هفته قبل منتشر شد بعد از سند استراتژی امنیت ملی، برای اولین بار و به صورت غیر منتظره گفته شده که ایران راه هسته‌ای شدن را باز گذاشته. چرا این حرف مهمه؟ برای اینکه در آمریکا در سال 2006 16 نهاد اطلاعاتی همه با هم تایید کردن که ایران دنبال سلاح هسته‌ای نیست و حتی آقای ویلیام برنز رئیس CIA در دوره آقای بایدن 2 بار صراحتاً گفت که همچنان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا بر این ارزیابی خودشون پافشاری میکنن. آقای ترامپ اومده در این حرکت خیلی عجیبی این ارزیابی رو تغییر داده که ایران دنبال بمب هسته‌ای نیست. نه میگه ایران به صورت مبهم، میگه اون سندی که منتشر شده میگه ایران راه ساخت بمب هسته‌ای رو باز گذاشته، اما توضیح نداده که منظورش چیه. در 2006 میگفت ایران تصمیمی برای ساخت بمب نگرفته. اینجا اومده به طرز مبهمی گفته که ایران راه ساخت سلاح هسته‌ای رو باز گذاشته و چون توضیح نداده یا حداقل توضیحی که داده علنی نشده، به نظر میرسه که این یه مقدار حرف سیاسی طوره تا مثلا یه ارزیابی امنیتی. خب پس میخوام بگم که الان چرا میگیم بازار، سیاستمدارا، تحلیلگرا با مذاکرات محتاطانه برخورد کردن؟ به خاطر همین اختلاف برداشتی جدی هست که در هر دو طرف وجود داره. یعنی کاخ سفید خودش رو در موقعیت برتر میبینه، ایران رو در موقعیت ضعف میبینه و بر اساس اصول مذاکرات حالا تجاری هم که اینجوریه، وقتی که یک طرف خودش رو در موضع قوی میبینه و طرف مقابلش رو تو موضع ضعف میبینه، حاضر به امتیاز دادن نیست. برعکس در این ور هم جمهوری اسلامی همین فکر رو داره. بله. ما اصلا مسئله اون اینه که ما میگیم که بعد از 12 روز غافلگیر شدیم، تمام سردارها و نیرو فرمانده ها به شهادت رسیدن، همه این اتفاقات افتاد، ولی در نهایت بعد از 2-3 روز ایران تونست همچنان خودش رو حفظ کنه و در نهایت حتی هزینه هم برای طرف مقابل درست بکنه. پس میگه که همون اندازه که شما فکر میکنید من در موضع ضعفم، من فکر میکنم شما در موضع ضعفی و میتونیم حالا اینجوری بهش فکر کنیم آیا ایران امکان هزینه تراشی برای آمریکا رو داره توی جنگ؟ حتما داره. ببینید استراتژی جمهوری اسلامی بیشتر از اون که تهاجمی باشه تدافعیه. خب و بیشتر از اون که دنبال برابری استراتژیک باشه با آمریکا که شدنی نیست، دنبال اون چیزیه که اصطلاحاً در ادبیات استراتژیک نظامی بهش میگن تنبیه متجاوز. یعنی میگه که من درسته که سطح قدرت نظامی با تو برابر نیست، ولی میتونم آسیب جدی بهت برسونم. خب امروز وقتی ایران میگه که جمهوری اسلامی میگه که من جنگ را منطقه‌ای میکنم، یعنی چی؟ یعنی درسته شما میزنید میرید، ولی من چیکار میکنم؟ آسیب میزنم به شما، آسیب جدی میزنم و این اتفاق هم خواهد افتاد و بخشی از در واقع این آرایش نظامی که امروز آمریکا در منطقه گرفته برای اینه که این میزان آسیب رو کم بکنه. به عنوان مثال استقرار در واقع رهگیرهای تاد، سیستم‌های رهگیر تاد و سیستم‌های پاتریوت در منطقه عمدتاً برای مقابله با موشک‌های ایرانه. خب یا فرض کنید که
بخشی از این ناشکن‌هایی که همراه ابراهام لینکلن در دریای عمان هستن کارشون رهگیری موشک‌های هایپرسونیک، یعنی موشک‌های SM 6 مخصوصا که میتونن؟ بله میتونن. ببینید موشک‌های هایپرسونیک ما موشک‌های هایپرسونیک کروز نیستن، اصطلاحاً بهشون میگن که HGV، یعنی موشک‌های هایپرسونیک گلایدر، یعنی اینا میرن بیرون جو، وقتی برمیگردن قدرت مانورشون خیلی زیاده. این تکنولوژی فقط تو دنیا آمریکا داره، حتی اسرائیل هم نداره. موشک‌های هایپرسونیک ما به راحتی از سپر موشکی اسرائیل رد میشن، کما اینکه در جنگ 12 روزه هم اون آخرین موشک‌هایی که ایران زد موشک‌های هایپرسونیک بود، اونا از سجیل بود اگر اشتباه نکنم، فتاح و سجیل بود، از سپر موشکی رد شده. اما آمریکا تنها کشوری در دنیا که در واقع با موشک‌های SM-6 میتونه موشک‌های هایپرسونیک هم گلایدر و هم هایپرسونیک کروز رو که روسیه و چین دارن رهگیری بکنه. اما یه قاعده کلی در فیزیک داریم که همه میدونن، اونم اینه که وقتی شما حجم زیادی از موشک‌ها رو بفرستید، هر نوع سیستم پدافندی، هر نوع سامانه رهگیری از کار میفته. و استراتژی ایران در واقع اصطلاحا میگن که شلیک اشباع شده است، یعنی به جای اینکه یه دونه شلیک بکنه ممکنه 10 تا 20 تا شلیک بکنه و هر سپر موشکی در دنیا وقتی که شما تعداد انبوهی شلیک بکنید به صورت همزمان نمیتونه همه اینا رو رهگیری بکنه. بنابراین در ارزیابی‌های معتبر نظامی حتی بدبین‌ترین افراد هم معتقدن که بله جمهوری اسلامی ایران اگه تصمیم گرفته باشه که انبوهی از موشک‌هاشو بفرسته، دیگه نه سامانه موشکی اسرائیل میتونه همه اینها رو رهگیری بکنه و نه سیستم آیگس در واقع مستقر در ناوشکن‌های آمریکا. تعدادی از اینها از این سپر رد میشن. خب آقای دکتر، بریم راجع به سناریوهای پیش رو با هم دیگه صحبت کنیم. بر اساس اتفاقاتی که امروز داره در خاورمیانه میفته، مسئله اولی که میتونیم به عنوان یه سناریو داشته باشیم، آیا جنگ امریکا با ایران یک سناریوی کوتاه مدت برای رژیم چنج از جنس اتفاق در ونزوئلا است یا نه؟ ببینید این یا چقدر محتمله؟ این نکته خیلی مهمیه. بحثایی که تقریبا تا 3-4 روز پیش وجود داشت تقریبا ناظر به این بود که ترامپ تو ذهنش داره فکر میکنه که یک عملیاتی شبیه عملیات ونزوئلا انجام بده، سریع، کوتاه مدت، بدون به قول معروف وارد کردن نیرو و اینها. خب این پس یه سناریو مهم بود. اما توجه کنیم که حالا اینجا دیگه بحث اون تفسیر کلمات به وجود میاد دیگه. آیا مثلا از نظر شما در ونزوئلا رژیم چنج اتفاق افتاده یا مادورو برداشته شده؟ به نظر من فقط مادورو برداشته شده. خب یعنی شاید بعضی تفسیرش اینه که آقا این شکل جدیدی از رژیم چنجه یا تغییر رژیمی که با اون چیزی که در عراق شاهدش بودیم متفاوته. یعنی چی؟ یعنی ترامپ به خاطر اینکه جلوگیری بکنه از هزینه‌های اضافی، به خاطر اینکه به مالیات دهندگان آمریکایی قول داده که پول اونها رو در خارج هدر نخواهد داد و به خاطر اینکه گفته که جنگ عراق فاجعه بار بوده از این حرفا، بنابراین دنبال یک شکل جدیدی از تغییر رژیمه. بعضیا دیدم که اسم مرکانتیلیستی گذاشتن روش، یعنی تغییر رژیم با کمترین هزینه و نه به شکل سابق. یعنی در ونزوئلا آمریکا دست به ترکیب ارتش نزد، دست به ترکیب سیاسیون نزد، فقط مادورو رو برداشت گفت که بقیه‌تون باید به این خواسته های من تن در بدید. خب بنابراین اگر آن چیزی را که در ونزوئلا افتاده اتفاق افتاده شکل جدیدی از تغییر رژیم بدونیم، یا حالا من میگم دیپلماسی اجبار هم هست، یعنی من شما رو مجبور میکنم به خواسته من تن در بدید. خب این یه سناریویه که داره بحث میشه. اما این چند روز گذشته دیدم که برخی تحلیلگران در واقع دارن این حرف را میگن که ممکنه برخلاف آن چیزی که در ونزوئلا اتفاق افتاد، در ایران جنگ کوتاه مدت یا زدن ضربه کوتاه مدت ممکن نباشه. به چه دلیل؟ به این دلیل که اولا ارتش ایران قوی تر از ونزوئلاست، به این دلیل که در واقع آمریکا اون نفوذی رو که در آمریکای جنوبی داره در ایران نداره. یعنی شما فکر کنید مثلا CIA اونجا روز روشن جلوی چشم ارتش ونزوئلا میره خانم مادورو رو میاره از ونزوئلا خارج میکنه میبره تو نروژ برای جایزه صلح نوبل. CIA خب در خاورمیانه و در ایران هم چنین نفوذی نداره. حتی دیدم که برخی ها گفتن که اگر آمریکا بخواد
کار مثلا دقیقی انجام بده باید با اسرائیل همکاری بکنه در زمینه گرفتن اطلاعات جاسوسی از این حرفا. خب بنابراین این سناریو در روزهای اخیر به قول معروف اون امکانش زیر سوال برده شده، کمرنگ شده. پس این سوال مطرح میشه که یا احتمالا این درگیری بیشتر از یک روز خواهد بود و یا ممکنه که فرض کنی که با ضربات متوالی رفت و برگشتی همراه باشه، ایران بزنه، آمریکا بزنه، اسرائیل وارد بشه و غیره. خب پس الان داره بحث میشه که سناریوهای جدیدی ممکن اتفاق بیفته. این آرایش جدید نظامی که آمریکا داره به منطقه میفرسته این سناریو رو تقویت میکنه که ممکنه در واقع درگیری در ایران از آن چیزی که در ونزوئلا دیدیم طولانی تر باشه. اما این که واقعا دقیقاً چه اتفاق خواهد افتاد واقعا کسی نمیدونه، چون عدم قطعیت وجود داره. یعنی فرض کنید که مثلا اونا اگه بخوان سایت های موشکی ایرانو بزنن، خب این پراکنده است، یعنی با یه روز دو روز نمیشه. آیا آمریکا حاضره که مثلا 10 روز در خاورمیانه بیسته و فرض کنید جنگ بکنه؟ آیا اسرائیل در این جنگ وارد خواهد شد یا نه؟ آیا فرض کنید که البته اوگی سوال ما از شما سوالای تحلیلگرا سال ما جواب میدیم دیگه. یه نکته خدمت عرض کنم. الان ما فکر می‌کنم راجع به واژه کوتاه مدت و بلند مدت هم باید با هم دیگه یه صلحی برسیم. جنگ 10 روزه برای آمریکا کوتاه مدت است یا بلند مدت؟ کوتاه مدت. درگیری یه روزه هم کوتاه مدته. جنگ طولانی مدت اینه که مثلا آمریکا نیروهای تفنگداران دریاییشو وارد کنه، مارینز مثل عراق وارد جنگ بشه، یه ماه طول بکشه، تانک بیاره اینا. ما تا الان نشانه از این که آمریکا نیروی هوایی تاکتیکی در منطقه مستقر کرده باشه نداریم. نشانه ای از این که نیروی زمینی بخواد وارد بکنه نداریم. نشانه ای از این که تفنگداران آمریکایی بخوان ورود بکنن نداریم. آمریکا 30,000 نیرو در منطقه داشته، رقمی که گفته میشه 20,000 تا به اینا اضافه کرده که عمدتا نیروی هوایی استراتژیکه. یعنی چی؟ یعنی مثلا هواپیمای به 52 رو آورده در العدد مستقر کرده که بترسونه. ناو ابراهام لینکن خودش 5,000 تا خدمه داره، خلبان و نمیدونم جنگ الکترونیکی و اینها، به اضافه اون ناوشکن‌هایی که همراهش هستن، همه اینا خدمه نیروی هوایی ان اصطلاحاً. بنابراین ما میتونیم بگیم که سناریوی محتمل جنگ کوتاه مدت هست، اما از جنس از 1 روز تا 10 روز فعلا اینو به نظر میاد. 1 روز تا 10 روز از جنس ونزوئلا هم کمرنگ شده. اما این که فرض کنید مثلا در ونزوئلا کاری که آمریکا کرد، مادورو رو بود به یکی به کاراکاس حمله کرد، برج‌های مخابراتی، یکی به اون بندری که مادورو رو از اونجا بردن حمله کرد، یکی هم به یه شهر دیگه نیروی دریایی زد. ممکنه این در ایران بیشتر باشه. یعنی به نظر میرسه که اون حرفایی که مقامات آمریکایی میزنن احتمالا اونها مکانهای بیشتری یا افراد نظامی بیشتری، افراد کلیدی بیشتری را مد نظر داشته باشن و این به این معناست که ممکنه جنگ، اون درگیریه به سرعت تمام نشه. نکته بعدی که هست عرض کردم اینه که ایران تهدید کرده و به صورت جدی هم تهدید کرده و به نظرم آمریکایی هم این تهدید رو جدی و معتبر تلقی کردن که این بار برخلاف جنگ 12 روزه خویشتن‌داری نشون نخواهد داد. خب اون اقداماتی که ایران در تنگه هرمز انجام داد، به یکی از کشتی‌های امریکایی نزدیک شد، امریکایی‌های پهپاد تجسسی ایران زدن، نشون میده که ایران در واقع این بار ممکنه که در واقع اون خویشتن‌داری نشون نده و به نظر میرسه آمریکایی‌ها خودشونو دارن برای این آماده میکنن. حالا پس اگر در یک بازه 1 تا 10 روزه این درگیری اتفاق بیفته، بستگی به این داره که نوع واکنش ایران چی باشه، پاسخ متقابل آمریکا به این واکنش چی باشه. اینا تعیین کننده خواهند بود که چه خواهد شد. مثلا در همین جنگ 12 روزه اسرائیلی‌ها که نوشته بودن تو چیزای علنیشون که دیده میشد، میگفتن این جنگ از 1 هفته تا 2 هفته طول خواهد کشید. ما الان چیزی به این شکل از آمریکایی ها ندیدیم. آمریکایی ها بیشتر روی این نکته تاکید میکنن که این توان نظامی ما، این آرایش نظامی ما برای بازدارندگیه. یعنی احتمالا منظورش اینه که آمریکا میخواد یه ضربه کوتاه مدت باور خودش بزنه و بعد جلوگیری بکنه از واکنش. احسن. درست.
خب یه مسئله وجود داره. مسئله اینه که اگر قرار باشه این بحران وجودی برای ایران ایجاد کنه، ایران طبیعتاً واکنش‌های تندتری میشه. یعنی خویشتن‌داری تا وقتیه که هنوز دچار بحران وجودی نشده، ولی وقتی که میره دچار بحران وجودی میشه دیگه خب مثلا شهر موشکی برای کیه؟ موشک هایپرسونیک برای همین روزه است دیگه. بنابراین اگر سناریوی اول که رژیم چنج به این شیوه یه روزه رو ورداریم، یه سناریوی دیگه داریم که کوتاه مدت حمله میکنه، صرفاً مکانهای هسته‌ای و موشکی رو فلج میکنه و عملاً تهدید ایران از بین میره. یعنی من دارم از ساید آمریکا فکر میکنم، ما مکانهای موشکی و مکانهای هسته‌ای رو میزنیم، تموم میشه، جلوی واکنشش هم میگیریم، همه سیستم همین شکلی میمونه، ما هم میریم. این چقدر براتون؟ ببینید این نکته خیلی مهمی، دو تا جواب بدم. یکی این که آیا جمهوری اسلامی جنگ را وجودی خواهد کرد یا نه. دو تا تحلیل وجود داره. ببین یک تحلیل اینه که جمهوری اسلامی در مرحله اعلامی و اعلام موضع خیلی تند، خیلی صریح و گفته که هر نوع اقدامی یک اقدام تمام عیار جنگیه. درست. حالا مسئله اینه که آیا در عمل هم این گونه خواهد بود یا نه. ما میدونیم در همین جنگ 12 روزه گروه‌هایی در داخل کشور بودن میگفتن که آقا جنگ رو تموم نکنید. بله اصلا چرا 12 روز تمامش کردید؟ و همین الان کسانی هستن که میگن ما اقدام پیش دستانه بکنیم. بله. خب اما به نظر میرسه رفتار جمهوری اسلامی ایران در این درگیری‌های بعد از عملیات 7 اکتبر، وعده صادق 1، وعده صادق 2 و جنگ 12 روزه نشون میده که جمهوری اسلامی ایران در عمل ممکنه جنگ رو به قول معروف وجودی نکنه. خب جمهوری اسلامی وجودی نکنه، من احتمالاً مثلا اگر آمریکا جنگ با جمهوری اسلامی ایران رو وجودی کنه چی؟ یعنی من میگم آقا اصلا احتمال وجود داره. ببین این بستگی به در ادبیات بازدارندگی میگم بازدارندگی زمانی معتبره که طرف مقابل شما اینو معتبر بدونه دیگه. من نمیدونم آمریکا بله ممکنه بخواد وجودی بکنه و حتما دنبال اینم هست. خب اما برداشت جمهوری اسلامی و تصمیم گیران جمهوری اسلامی مهمه. مثلا در جنگ 12 روزه این اختلاف برداشت وجود داشت. خب بخشی میگفتن آقا اسرائیل اومد تاسیسات هسته‌ای رو بزنه و بره، بخشی میگفتن نه برای رژیم چنج اومده. ببین اینو ما دیگه هیچ وقت واقعا نمیتونیم بگیم. چرا نمیتونیم؟ برای اینکه اسناد پشت پرده به ما نمیگه، همیشه محل اختلاف هست. خب یعنی خود حرف یه موقع اونها یه حرفی میزنن، ما میگیم آقا اون حرف ملاکی. مثلا جمهوری اسلامی میگه آقا کوچکترین اقدامی بکنید من فرض بر این میگیرم که رژیم چنجه. خب آیا آمریکا هم اینجوری فکر میکنه؟ خب کسانی که این حرفا میزنن میگن خب جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه هم سراغ جنگ وجودی نرفت، میتونست جنگ ادامه بده، ادامه نداد. پس یه منطقی، یه عقلانیتی، یک فلسفه‌ای وجود داره که آقا بالاخره تا جایی که میتونیم بازدارندگی ایجاد بکنیم، ولی اگر جنگ اتفاق افتاد دیگه همه چیز از دست ندیم. اینم هست. من میگم الان دو تا دیدگاهه. یعنی یه عده در آمریکا میگن که ما هر اقدامی بکنیم جمهوری اسلامی این جنگ وجودی خواهد کرد، ممکنه تنگه هرمز رو ببنده، ممکنه کشورهای منطقه رو بزنه. ولی یه عده میگن نه، جمهوری اسلامی در 3 دوره گذشته نشون داده که یه حد یقفی، یه سقفی برای خودش قائله. درست. اتفاقا اون دسته از منتقدین و سیاستمدارای یا حتی نیروهای داخلی منتقد میگن که ما چون وعده صادق 1 رو مهربون جواب دادیم 2 به وجود اومد، 2 رو مهربون جواب دادیم، یعنی اگر یه اقدام قاطع میکردیم بازدارنده بود و یعنی هر چقدر هزینه طرف مقابل رو میبردیم بالاتر، اون کمتر برای ما هزینه تراشی میکرد. ببین این چیزیه که در ادبیات استراتژیک بهش میگن توازن وحشت دیگه. بله. خب در ادبیات استراتژی هسته‌ای به اصطلاح اسم نام MAD بهش میگن Mutual Assured Destruction، یعنی نابودی مطمئن متقابل. مثلا چرا آمریکا و روسیه بازدارندگی دارن؟ چون روسیه به آمریکا میگه ببین اگه بزنی من سلاحایی دارم که کامل دیگه مطمئن باش تو رو نابود میکنم. خب پس
ببین اعتبار توازن وحشت در وهله اول به این بستگی داره که شما توان نظامی واقعا موجودت با طرف مقابل برابری بکنه. چرا هند نمیتونه مثلا با آمریکا توازن وحشت ایجاد بکنه؟ برای اینکه زرادخانه هسته‌ای هند کوچکتر از آمریکاست. خب حالا بیاد هند بگه که آقا ببین اگه آمریکا منو زد من علم میکنم بل میکنم. ما اینو معتبر نمیگیریم. چرا؟ برای اینکه توازن استراتژیک نظامی برقرار نیست. خب بین هند و پاکستان هم همین جوریه. یعنی پاکستان بیاد بگه که اگر هند این کار بکنه من فلان کار میکنم، تهدید معتبری نیست. پس من میگم اون دوستانی که میگن که ما اگر قوی تر میزدیم، من میگم خب بالاخره یه عده اونجا نشستن تصمیم میگیرن دیگه. بله. اونا اگر چنین توانی داشتن که تعارف نمیکردن که با دشمن بگن آقا نه این دفعه ملایم بذاریم دفعه بعد نه. او حتما داره یه محاسباتی داره. شما فرض کن مثلا الان جنگی که امروز داریم صحبت میکنیم که دیگه جنگ کلاسیک نیست که اون سلاحی که استفاده میکنه. الان یه بحثی مطرح شده در ادبیات در واقع استراتژیک به نام سلاح‌های استراتژیک غیر هسته‌ای. یعنی چی؟ یعنی سلاح‌هایی که چنان دقت بالایی دارن و چنان قدرت تخریب بالایی دارن که حتی قابل مقایسه با سلاح هسته‌ای هستن. خب اینا نشون میده که توازن وحشتی که شما فرمودید که در واقع ما بتونیم یه ضربه قاطع تمام کننده محکم بزنیم که طرف سر جاش بشینه، این زمانی ممکن است که شما توان نظامی با طرف برابری بکنه. ما اینا در چیز پیچیده هم نیست. اگه خودمون رو در بند در واقع اون تبلیغات گرفتار نکنیم، این چیز امر واضح و بدیهیه که اینا فرمانده های نظامی هم گفتن. من دیدم چند تاشون هم به صراحت گفتن که آقا ما توان نظامی با اسرائیل برابری نمیکنه، برای اینکه آمریکا سالی 4 میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل میکنه. همین چند ماه پیش 500 میلیون دلار تجهیزات مکمل نظامی بهش داد، مثلا وسیله نصب کنه روی موشک‌های بالستیکشون دقتش ببره بالا. به اضافه اینکه اسرائیل تنها نیست در عملیات، چه وعده صادق 2 چه در جنگ 12 روزه، انبوهی از کشورها بهش کمک کردن. آمریکا، فرانسه، انگلیس، تا حدی آلمان، برخی کشورهای منطقه، برخی اعضای ناتو اطلاعات بهش دادن. خب جمهوری اسلامی تنها بود. بنابراین منطق نظامی، منطق عقلانی نظامی، منطق مبتنی بر هزینه و فایده میگه که شما نمیتونید در چنین شرایطی که نابرابری کاملا مشهوده شما بتونید توازن وحشت ایجاد بکنید. پس با این احتساب ما اگه بریم سراغ سناریوی بعدی، کشور ما تاباوری جنگ دراز مدت از نظر نظامی رو نداره. به نظر میرسه چنینه. پس ما میتونیم بگیم یکی از سناریویی که احتمالش الان حالا از برای ما ضرره، چقدر از ساید آمریکا اینو میشه راجبش فکر کرد که آمریکایی‌ها به یک درگیری طولانی مدت با ایران برای تعویض حاکمیت فکر می‌کنن. خیلی نکته مهمیه ولی جواب روشنی نداریم. ببین اون چیزی که مشخصه تقریبا با قاطعیت قابل قبول، نه مثل پیشگوها که بگیم آقا از زیر زمین در میاد از بونجه، نه، آمریکایی مخالف اینن. چرا؟ چون عدم قطعیت خیلی زیاده. یعنی به قول معروف، به قول این اصطلاحات بانکی میگن ریسکش معقول نیست. شما ببینید یه ریسک معقول داری، یه سرمایه گذاری میکنی میگی آقا 10% ریسک معقوله دیگه. ولی وقتی سرمایه گذاری شما بالای 30-40% ریسک داره دیگه نمیتونی بگی ریسک معقول. من میگم ریسک تغییر رژیم در ایران برای کاخ سفید ریسک معقولی نیست. چه در جنگ طولانی مدت چه در جنگ کوتاه مدت. ببین جنگ کوتاه مدت که اصولا نمیتونه به تغییر رژیم منجر بشه. ما هیچ تغییر رژیمی با حمله هوایی نداشتیم. اون اشتباه رایجی هم که در ایران هست که مثلا آمریکا نمیدونم به لیبی حمله کرد، اولا خلع سلاح لیبی 2003 اتفاق افتاد، یعنی 6 ماه بعد از حمله آمریکا به عراق. اصلا ربطی به داستان بهار عربی نداشت. در بهار عربی چون لیبی 2 قسمت بود، شرق لیبی با غرب لیبی از قدیم مشکل داشتن، آقای معمر قذافی هم به زور اینا رو نگه داشته بود. وقتی که بهار عربی شروع شد اون اختلاف خودش رو نشون داد. بله اونجا ناتو حمله کرد ولی
ابتدا بهار عربی به وجود اومد. بنابراین تغییر رژیم در لیبی صرفا ماحصل درگیری هوایی نبود. هیچ نوع تغییر رژیمی ناشی از درگیری هوایی نبوده، مگر ما تا حالا موردش نداشتیم، مگر اینکه با یک کودتایی، با یه نمیدونم مثلا یه اقدام اضافی همراه بشه. و دقت کنید اصولا قدرت‌های بزرگ دوتا پروژه خیلی کلان انجام نمیدن. تغییر رژیم یه پروژه خیلی کلانه، تضعیف رژیم یک پروژه کلانه. من به نظرم آمریکا الان دنبال دومیه، یعنی به تعبیری که میشه گفت تسلیم استراتژیک، یا به تعبیری که من میگم ایجاد یک دولت در حال ورشکستگی. که این دولت در حال ورشکستگی چه اتفاقی براش میفته؟ دیگه اون ضربه نهایی نمیتونه به آمریکا بزنه، آسیبی که میزنه محدوده. بنابراین آمریکا در یک موعد مناسب میاد سراغ اون و با کمترین هزینه تغییر رژیم انجام میده. ولی فعلا تو دستور کار آمریکا نیست، چون تقریبا حتی اون تندترین تحلیلگرایی که من دیدم تصویر روشنی از این ندارن که اگر آمریکا بخواد چنین کاری بکنه برنامه‌اش چیه. و ترامپ هم نمیخواد وارد درگیری طولانی مدت بشه. اما این ضربه‌ای که میزنه به قول شما، اون به احتمال زیاد دنبال این سناریو هست که جمهوری اسلامی به تدریج ضعیفتر و ضعیفتر بشه تا هزینه اون تغییر رژیم کمتر بشه در آینده. بنابراین ما احتمال درگیری دراز مدت در منطقه رو از نظر آمریکا نداریم. تا امروز که صحبت میکنیم، یعنی نتانیاهو چهارشنبه میخواد بره کاخ سفید، ما نمیدونیم. بله. ما به قول معروف بر اساس آن چیزی که تا الان اتفاق افتاده، من میگم تا الان آرایش نظامی آمریکا نشون میده که آمریکا قصد درگیری بلند مدت، درگیری تاکتیکی، ورود زمینی نداره. خب قصد رژیم چنج هم نداره. قصد رژیم چنج به اون معنایی که به سرعت کل سیستما به هم بریزه نداره، ولی هدفش تضعیف سیستمه، هدفش ایجاد یک دولت ورشکسته است. چرا دنبال این هدفه؟ برای اینکه به اسرائیل و به کشورهای عربی قول داده که تهدید ایران رو دفع میکنه. خب حالا تهدید ایران از نظر ترامپ چجوری دفع میشه؟ زمانی دفع میشه که جمهوری اسلامی ضعیفه، دیگه نمیتونه کشورهای منطقه رو تهدید بکنه، دیگه توان عملی بستن تنگه هرمز نداره. آمریکا به این میگه که در واقع ایران ضعیف شده، همونطوری که تو سند استراتژی امنیت ملیش هم میگه جمهوری اسلامی ایران ضعیف شده. خب بنابراین به نظر میرسه در این مقطع هدفش اینه. اما شما ببینید در سیاست ما یه قاعده کلی داریم، میگیم سیاست یک امر اقتضاییه، یعنی اینکه در صحنه چه اتفاقی ممکنه بیفته این چیز دیگه است. مثلا الان خیلی از برخی از تحلیلگرا میگن که اگر آمریکا این ضربه رو زد، جمهوری اسلامی هم سر جاش موند، میخواد چیکار کنه؟ و عده‌ای به نظرم در داخل به این فکر میکنن که اگر آمریکا شکست بخوره یک پیروزی بزرگ برای ایرانه، که درست هم هست. یعنی صرفاً تهدید محور نگاه نمیکنن. یعنی این عده میگن که اگر آمریکا به اون خواسته خودش نرسید، تغییر رژیم هم اتفاق نیفتاد و دولت هم ضعیف نشد، حکومت، حالا به معنای عامیانش بگم حکومت هم ضعیف نشد، خب این یه پیروزی برای جمهوری اسلامی دیگه. حتی ضعیف شد ولی او به خواستش نرسید، بازم از نظر این عده میگم پیروزیه. میدونید احتمالاً ما خواسته رو باز تعریف میکنیم. خواسته اینجا آره. این نکته درست. آره، خواسته آمریکا اینه که تهدید ایران رو در منطقه برای همپیمانانش از بین ببره. به این میرسه، ولی از داخل میگن که اومد و هیچی نشد و اینا. پس ما البته این هیچی نشد دو حالت داره. یه عده هستن که کلا تا کره زمین منفجر نشه میگن هیچی نشده ولی یه عده دیگه هستن که بر اساس اون منطق استراتژیک و کاست اند بنفیت میان میگن که خب اگر هدف آمریکا تغییر رژیم بوده پس چیزی نشده. این یه بحثه. ببین اینا بحثایی که در بازدارندگی میشن بحثای شناختی. یعنی شما بالاخره هر کاری بکنی همه به یک اجماع نظر واحد که نمیرسن. خب الان آقای ترامپ میگه من برنامه هسته‌ای رو زدم از بین بردم. آیا واقعا اینجوریه؟ اصلا این سوال ما بود. اگه زده برده خب چرا دوباره میگی که اینجوریه؟ چرا دوباره میخواد؟ خب الان از دیروز یه بحث جدید مطرح شد. یه موشکیش یه سنگرشکن نزده. چرا دیروز مسئله شد؟ این قضیه ازش 7 ماه 8 ماه من میخوام این بحثا ادامه داره. یعنی
مثلا من میگم برخلاف اون چیزی که ترامپ میگه که ما برنامه هسته ایران از بین بردیم. اگه از بین بردی چرا دوباره میاد تو سند استراتژی دفاعی میگی که ایران راه ساخت سلاح هسته باز گذاشته؟ یعنی چی؟ اینا با هم در تناقض دیگه. بعد خب حالا اومدی تاسیسات هسته هم زدی، چجوری به افکار عمومی میخوای بگی که قبلا چی گفته؟ بعد دروغگویی؟ اینه اون مسائل شناختیه، میخوام بگم هیچ وقت حل نمیشه دیگه. و این چیزی که در ادبیات نظامی میگن بهش اصطلاحاً سوء ادراک، میس پرسپشن، برداشت اشتباه، از اینجا ناشی میشه. و ما در تاریخ داشتیم، یعنی طرف یه اقدامی انجام داده، شما اینا یا بیش از حد بزرگ کردی یا دست کم گرفتی. این یه مسئله در بهش میگن روانشناسی بازدارندگی. یعنی رهبران همیشه باید دقت بکنن که نه بترسن و نه بیخیال بشن. این یه مرز خیلی باریکیه، چون ما به لحاظ روانشناختی معمولا میل به این داریم که به ترس هامون واکنش غریزی نشون میدیم و میل به این داریم که برای اینکه بیش از حد نترسیم، چون نمیتونیم مدام در این فاز ترس و عدم قطعیت بمونیم، میل به این داریم که تهدیدها رو نادیده بگیریم. ما الان در کشور هر دوتا رو میبینیم. یعنی یه عده بیش از حد ترسیدن، شب که میخوابن میگه آقا فردا باید بزنه. بله. یه عده بیش از حد بیخیال شدن، میگه آقا هیچی نیست. دیدم یکی یه بزرگواری توی اینترنت همینجوری داشتم، یه نیم ساعتی اینترنت داشتم سری دیدم که گفته آقا نه هیچ نترسید، از این رفت آمدها زیاد بوده. هر دو حالت خطرناکیه. اما پیدا کردن اون نقطه‌ای که شما بتونید به قول نظریه بازی ها ارزیابی نقطه بهینه شما باشه، از نظر ارزیابی به جایی برسید که میزان اون خطاتون یا به تعبیر آماریش انحراف معیارتون درست باشه، یعنی بتونید خطا رو بیارید پایین، خیلی سخته. این اون هنر تحلیلگره. و الا خب حرفای کلیه که همه میزنه. شما الان اینستاگرام رو باز کنید، شنیدم که یه پیشگوی 4 سالم تو اینستاگرام پیدا شده. از اینا زیاده، ولی نقطه حساس و تعیین کننده است که شما باید بتونید به یک تحلیلی برسید که قابل اطمینان باشه، خطا هم داشته باشه. ما از یه چیزی از پوپر یاد گرفتیم، میگه حرف علمی ابطال پذیره. بله. شما یه حرفی بزنید که من نتونم ابطال بکنم، نتونم راستی آزمون کنم، ارزش علمی نداره. این میشود یا نمیشود. این که چه حرفیه؟ پی یا کیو؟ یکی از اینا درست در میاد دیگه. آمریکا حمله میکند یا نمیکنه. این ارزش علمی نداره. اون چیزی ارزش علمی داره که همین سوالاتی که الان شما میکنید، که اگر زد کوتاه میزنه، طولانی مدت میزنه، نیرو پیاده میکنه، کجا رو میزنه، چه مدت میزنه. ببین ایناست که باید بحث بشه، ایناست که میتونیم روش مانور بدیم. والا اینکه بگیم آقا پس نکتهمو جمع کنم، شما سوالاتون بپرسید. من میگم که نه بیش از حد باید بترسی و نه بیش از حد باید بیخیال بشی. اون نقطه بهینه رو باید پیدا کنی و نقطه بهینه اگه بخوای پیدا کنی، مستلزم داده است، مستلزم رصد داده است، مستلزم این هست که شما مرتب بشینی داده ها رو در بیاری. چه هواپیمایی اومده، کاربردش چیه، RQ 170 فرقش با MQ9 چیه، اون هواپیما HC نمیدونم فلان 110 فرقش با BCNA چیه. اینا رو تا شما در نیاری نمیتونی بگی که اون اتفاقی که میفته چقدر خطرش نزدیکه یا دوره. من تا الان از شما این دریافتو کردم، قبل از این کاتی که میخوایم بدیم اینو به شما بگم. من این دریافتو کردم که استدلال شما این هستش که برای آمریکا رژیم چنج مطلوبیت دارد ولی هزینه ساز است و امروز برای آمریکا این هزینه گران است، لذا از روش‌های دیگری میخواد کنترل کنه، قدرت ایران رو در منطقه محدود کنه. همچنان هدفش رژیم چنج امروز نیست، ولی ممکن در آینده باشه. اما اسرائیل داره اصرار میکنه که شما همین امروز رژیم چنج رو بذار دستور کار. و ترامپ میگه که نمیشه. استراتژیست‌های ترامپ کاخ سفید میگن که هزینه این کار زیاده. جمهوری اسلامی مثل سوریه که نیست من بخوام 4 تا موتور سوار بفرستم به بشار. خب پس این اختلافه. الان فشار اسرائیل
سر چیه؟ میگه به آمریکا میگه که آقا تو که حالا میخوای این هزینه رو بدی، آستینه رو زدی بالا، بیا کار تموم کن. ولی آمریکا میگه که بابا منو تو هچل ننداز، من یه بار رفتم تو عراق گرفتار شدم، الان تو دستور کار من نیست، آقای ترامپ هم نمیخواد چنین کاری بکنه، انتخابات میان دوره‌ای، من باید این کارو فوقش 1-2 هفته‌ای تموم بکنم، نمیتونم وایسم. جام جهانی فوتبال شروع میشه، از اون ور انتخابات میان دوره‌ای، انتخابات اسرائیل، و آقای ترامپ نمیخواد این میزان ریسک رو از حد معقول خارج بکنه. متوجه شد. یعنی اختلال در سیستم و تصمیم گیری اقتصاد ایران به وجود اومده بدون اینکه حتی شلیک بشه. ترامپ یا یک توافق حداکثری میخواد بره تو داخل بگه من بدون اینکه این گلوله شلیک بکنم به توافقی دست راه. برای ایران کدوم قطعا خط قرمزشه؟ یعنی بابا ما هر کاری کنه اینو امکان نداره. ببینیم که آیا واقعا نیت آمریکا توافق هست یا این دوباره ممکن عملیات فریب باشه. وگرنه اگر بتونی اینو تضعیفش کنی، تجزیهش کنی، دردسرشو کمتر کنی، والا بعدم نیست برای ما. رابطه بین آمریکا و کره جنوبی یک اتحاد استراتژیکه. تنها دو کشوری در منطقه که اختلاف ارضی و سرزمین ندارن ایران و ترکیه. این خیلی عجیبه.